یکی از کشورهایی هستیم که وحشتناک داخلش بیمارستان و دکتره. دلیلش بیماری، افسردگی و خیلی مشکلات دیگه. وقتی تقاضا زیاد باشه عرضه کننده هم زیاد میشه. مشکل اصلی همینجاست که متاسفانه ما ایرانی‌ها دنبال این هستیم که بخوایم فقط خودمون سود بکنیم. ولی امسال من تصمیم گرفتم یه کمپینی را بندازم، یه اطلاع رسانی خوب بکنم، تمام محصولات کلیدی و درمانی که میتونه یک فرد بخوره و درمان بشه به اشتراک بذاریم. شما باید همکاری بکنید. بچه برند فورور یه برند خب حرفه‌ای تخصصی تو 160 کشور دنیا داره نسخه میشه و تمام پزشکان دنیا داره درمان باهاش صورت میگیره. ولی اینجا وقتی پیش یه پزشک میری میگن من نمیشناسمش، اصلا اینجا پر میشه، کی گفته؟ همش تبلیغاته. نه عزیزم، تبلیغات نیست. برندی که جهانی باشه، مهر تاییدیه FDA روش باشه، به هیچ عنوان تبلیغات نیستش. تا که باید داروهای شیمیایی بخوریم؟ تا که باید از داروهای مصرف بکنیم که فقط جیب دیگران باید پر بشه؟ من دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته. حداقلش اگر شمایی که به من اعتماد دارید و میدونید که من تبلیغاتچی نیستم و به فکر جیب خودم نیستم، به حرفم گوش بکنید و تمام بیماری ها و تمام مشکلات